برای ننگ و نام ما یعنی که برای حفظ ننگ و ناموس و هستی ما، برای که ما نابود نشویم، تو از امید رفتگار ما نشانه ای. ننگ ناموس یکی از صفتهای اساسی ملت تاجیک است و اگر ضعیف شده باشه ما را باید احیا کنیم، چون در این زمان بی ننگ و ناموس دولت را، امنیت را، منفعت‌های ملی رو حفظ کرده نمیشه. بنابراین ننگ و ناموس امروز یک ارزشی نه تنها ملی و فرهنگی، یک ارزش سیاسی، یک ثروت دولتی است. من فکر می‌کنم که همین تاجیکستان اصلا در پایه ننگ و ناموس ساخته شده از اول هم. مثلا من چند جا گفتم که همین شیرین شاه شاتیلو رو مثلا اطلاع مقصوم من ترجمه هاشون در ارخیف همین بیوگرافیا پاپکاواشون گفته دیدم اینو یگان اولیم پروفسور اکادمیک دیپوتات وکیل وزیر گنرال نبودن. اینا تو بچه کوهستانی با غیرت با ناموس تاجیک که هویت ملیش در جاش بده است، ناموس ملیش در جاش بده، درکی درستی مسئله روش اینا مبارزه کردن همین جمهوری ساختن. برای همین میگم که ننگ و ناموس یک ارزش بسیار مهم است. هست مثلا میشه که پروفسور باشه بی‌ناموس باشه و دیگه مثلا برای ملت سازی چندان کارایی نیست. بنابراین ریسک کرده، عینی چی ریسک کرده، غفور چی ریسک کرده، ولی میگیم بنابراین ننگ و ناموس یکی از ارزش‌هایی است که در هستی ما، در بقای ما نقش اساسی بازی داره. اینو احیا کرده.